جودو برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2018 برگزار گردید. در مسابقه بهترین پهلوانان از قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و شهرنامه‌های جمهوری طولی چند روز با هم رقابت کردند. مسابقه امسال از روی 7 درجه وزن‌ها میان مردان در وزن‌های 60، 66، 73، 81، 90، 100 و جمعی 100 کیلو دور گردید. مسابقه‌های پیشینه تنها در وزن مطلق شده می‌گذشت. در وزن تا 60 کیلو فرهاد امراللویف و دوستان روزیف هر دو هم این واخوری با پیروزی نماینده ازبکستان دوستان روزیف جنبت شده با مدال و دیگر تحفه سرفراز گردانده شدند. دو مدال برنجی را باشد عزیزجان اعظمجانов از جمهوری تاجیکستان و اسرار اوچیرov از جمهوری ازبکستان با هم دیدند. در وزن 66 کیلو باشد عبدالجلیل یوسفov از ازبکستان و یعقوبجان باقیف از تاجیکستان پیش از مهلت ظفر یافته با جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و تحفه‌های مولوی سرفراز گردانده شد. مدال‌های برنجی را باشد محیدین تیلویف از جمهوری ازبکستان و نورشو بودامov از جمهوری تاجیکستان کامیاب شدند. در وزن تا 73 کیلو نمایندگان تاجیکستان رحمتالله فرهادov و سید مختار رسولov با هم سبقت کردند. این دو آزمایی با غلبه رحمتالله فرهادov با پایان رسیده با تحفه اساسی سرفراز گردید. دو مدال برنجی را باشد نمایندگان دیگری تاجیکستان میرجمال رمضانov و محمد رحیم سراخانov به دست آوردند. در وزن تا 81 کیلو جهانگیر مجیدov از جمهوری تاجیکستان با اصول خیلی هم زیبا حریفش سهراب تورسونov را از جمهوری ازبکستان چنان هوا داد که باعث کفگویی چندین هزار مخلصان تالار گردیده سزاوار جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مدال طلا و مکافات مالیوی گردید. دو جای سوم را باشد اسلام رحیمov و اکمل مرادov اشغال کرده با جایزه‌های مالیوی سرفراز شدند. در وزن تا 90 کیلو باشد دوستان ملیف از جمهوری ازبکستان پیش از مهلت سید جلال علیمردانov را از تاجیکستان شکست داده با جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مکافات مالیوی دست یافت. زینای من بعد را باشد نمایندگان دیگری جمهوری تاجیکستان سید جلال علیمردانov و شرافگان سردارov و اولیم اوازov با هم دیدند. در وزن تا 100 کیلو باشد از سبب به میدان نبرآمدن سرگی پاک از جمهوری قزاقستان در سبقت فینالی سجاد سعیدov از جمهوری تاجیکستان پیش از مهلت دست بالا شده با جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و تحفه‌های مولوی مشرف شد. مدال برنجی نصیب فریاد شیخov و دولتشوی غزلشاه از تاجیکستان گردید. در وزن جمعی 100 کیلو باشد نمایندگان تاجیکستان تیمور رحیمov و شکر محمد میرمحمدov درآزمایی کردند. هرچند که در آغاز سبقت شکر محمد میرمحمدov در بعضی حالت‌ها برتری داشت ولی تیمور رحیمov در وقتی ایلاوی حریفش را تسلیم کرده با گرفتن جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مکافات اساسی سرفراز گردید. مدال‌های برنجی را باشد صمد افغانov از تاجیکستان و بیکبولات توختاганov از جمهوری قرقیزستان به دست آوردند. با غالبان و جایزه‌داران مسابقه در هر یک وزن بجز مدال افتخارنامه جایزه‌های مالی سپرده شد. با غالب 10,000 سومانی، برای جای دوم 5,000 سومانی و برای جای سوم 30,000 سومانی تقدیم گردید. برگزار نموده چنین 4 جاهای بین‌المللی برای رشد این نماد گوشتنی نفع المپیک خیلی مهم است. من گمان میکنم و من منداری خود همچنین یک سابقه‌دار ورزش، سابقه‌دار نمودهای گوشتنگ با تشکیل کنندگان این مسابقه منداری خود بیان میکنم. این مسابقه با مقصد تأمین عمومیت ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، مساعدت نمودن با آماده کردن ورزشکاران کسبی و با این وسیله معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی گذرانده شد. رحمتشاه عابدov مهرجمعه از شهر دوشنبه مخصوص برای برنامه اخبار.